مهمان امروز ما هستند یک نفر غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در دور شهری آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بویزاده مروارید. صبحتان را بخیر و شادی میگویم. خوش آمدید به برنامه ما. غالبیت مبارک باشد. تشکر زیاد. صبح شما نیز بخیر و شادی باشد. چخاله که میگویند انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است همه ساله در سراسر کشور برگزار می‌گردد و مخصوصا تحت سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. یعنی هدف این آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است نه تنها یک آزمون بلکه یک مکتب معرفت داری می باشد که انسان را به روحیه خویشتن شناسی و تندرستی روانه می سازد. خب بیاید از تجربه اندوخته خود در دوام آزمون میگوییم. چی تجربه گرفته دوام برگزاری سه دور آزمون و یکی از دورهای حل کننده آزمون که تمامی داوطلبان به غالبیت یک قدم نزدیک میشن این دور شهری است. چی مشکلی داشته؟ البته که انسان را هیجان فرا میگیرد. یعنی طول 2 سال بود که من در این آزمون تیاری جدی میدیدم و این سال بار اول است که من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده ایستادم و این خوشبختانه به من میسر گشت که من از 2 دوره نهایی آزمون گذشتم. به دوره نهایی آزمون مذکور یعنی به دوره جمهوریوی را خط یافتم و تیاری دیده ایستادم. امروز تمام شرایط برای ما جوانان مهیا هست. من همه روزه در کتابخانه ملی نشسته آنجا کتاب مطالعه می کردم و یگون مشکلی و با یگون مانعی و دچار نگشتم چون که تمام کتاب ها مهیا بودند و هر چی که می خواستم دسترس کرده می توانستم. گرچنده که همه روزه که ما در نزد دانشجویان در اودیتوریای لکسیونی ما سخن میگوییم از منبرها، لیکن به هر حال یک هیجان باز فرا میگیرد. در آن حالتی که سخن میگویی همه نظر به نطق شما دارند، البته کمتر دشوار است. شما چگونه توانستید که روی صحنه نزد داوران همون هیجان را از خود برطرف کنید؟ من فقط به یک نقطه نظر کردم، همه چیز را فراموش کردم، به هیچ چیز اعتبار ندادم. فکر کردم در همان صحنه تنها خودم هستم. آزادانه با یک چهره گشاده سخن کردم. مقصد من غالب آمدن برای این آزمون نبود بلکه فقط خواستم که من دانش سویه خود را صقل دهم و یعنی دانش خودم را سنجم. خب بیاید از آن میگوییم که رقیبان چگونه بودند. داوطلبان از روی نامیناسیای ادبیات معاصر میان آموزگاران و نفران کلانسال زیاد است؟ بله، نه اونقدر صف ما هم کم بود، لیکن بین ما آنقدر رقابتی و ما با همدیگر صمیمانه رفتار کردیم، با همدیگر کمک کردیم و همدیگر رو با یک معامله، با یک رفتاری که مقصد شاید آموزگار بودیم به این خاطر ما با همدیگر یاری رساندیم. یعنی همین برآمدی همدیگر رو به نظر گرفتیم، در آنجا همدیگر رو بلند کردیم. هر یک داوطلبی که نامیناسیا رو انتخاب میکند اون سبب دارد. مثلا نفر برای اون نامیناسیای ادبیات جهان رو انتخاب میکند که مطالعه اثرهای ادیبان جهانی رو دوست می‌دارد چون که آنها همه خیالی هستند، فانتاستیک هستند. ادبیات کلاسیک و فارس تاجیک رو هم همین گونه یا اینکه ادبیات معاصر. برای چی شما ادبیات معاصر رو انتخاب کردید؟ با اون خاطر من ادبیات معاصر رو انتخاب کردم که چون که با ادبیات کلاسیک شناس بودم، از آنها بیشتر می‌دانستم و خواستم که در این راه ادبیات معاصر رو پر از خود کنم. چون گفتید که دوام 2 سال آمادگی دیدید برای اشتراک نمودن در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تا اینکه دانش و ملکه خود را سزاوار معرفی کنید و جای نمایان را اشغال نمایید. برای شما امسال از همه دور مشکل کدام دور بود؟ راستی دور شهری کمتر برای مشکل بود چون که در این رقیب ها زیاد بودن. انسان را یک هیجان، یک درس و فرا میگیرد. به این خاطر من کوشش کردم، تلاش کردم که به جا برنگردم و این هم شد. خوشبختانه من سزاوار جای نمایان گشتم و راحت به دور جمهوری گردیدم. چون گفتیم که دور شهری یک دور حساس برای تمامی داوطلبان است چون که به غالبیت یک قدم نزدیک میشوید.
дар даври шаҳрӣ аъзои ҳакамон шуморо чӣ гуна суол ҷавоб карданд? Масалан, баъзе довталабонро зиёда аз 1 соат мепурсанд ё ин ки баъзе аз довталабонро 2 соат мепурсанд. аз рафти суолҷавоби аъзои ҳакамон бигӯед, аз кадом асарҳои мутолиа карда ба шумо суол пешниҳод шуд? аз ҳамин асарҳое ки ман хондам, бештар ба ман аз асарҳои устод Садриддин Айни, Фазлиддин Муҳаммадиев, бештар аз инҳо савол-ҷавоб карданд ва шеърҳоро низ бештар пурсиданд. Суолҳо чӣ гуна буданд? Суолҳо хуб буданд, яъне аъзои ҳакамон ҳам ҳақбинона ба мо назар карданд, баҳогузорӣ намуданд. Душвориам буд албатта, лекин кӯшиш кардам ки паси сар кунам, ба саволҳои онҳо ҷавоб гӯям. Ва дар оғози суҳбат гуфтед ки аз уҳдаи қироати шеър ба худ мебаред. биёед як шеър аз адибони муосир барои мо бинандаи мо қироат намоед. як шеър аз устод Рустами Ваҳоб пешкаши бинандагон мегардонам. бурҷи фонуси дили дарёи имон Тоҷикистон, матлаи зарини хуршеди Хӯросон Тоҷикистон, аз ситора нест кам дилҳои чархон дар мадорат, меҳвари манзумаи кайҳони Сомон Тоҷикистон. чун уқобон нозири бар марзи паҳнои сарзамат, аз фарози қуллаи кӯҳи Бадахшон Тоҷикистон. ҳикмати синову шеъри рӯдакӣ мушкил надонад, мушкиле набуд ки пешат нест осон Тоҷикистон. ваҳдати хатлониву суғдиву раштонӣ самар шуд, аз намангон то самангон ҳамдилу ҷон Тоҷикистон. ای سعودی بی سکوتی بی سقوطی جاویدانه، نردبانی آسمانی علم و عرفان تاجیکستان. در تو بودن سهل آسان، با تو بودن سخت مشکل، بهر تو هر لحظه باید بود انسان تاجیکستان. تشکر میگویم، عرضی سپاس از آن که آمدید و یک صحبت خوبی هم داشتیم بابت اشتراک خود در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. دوستانی عزیز، یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با یک نفر غالب دوره شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بایزاده مروارید. بخش‌های دیگری برنامه ما ادامه دارد، ما را همراهی نمایید.